بینندگان عزیز، بنابر اخبار رسیده جایزه نوبل پزشکی به مخترعین واکسن تعلق می‌گیرد. این واکسن ریس شنیدی چه گفت؟ عوامل بیگانه جوایز را بین خودشان تقسیم همی کردند و حق ما را همی خوردند. حالا که عوامل بیگانه ما را به مراسم جایزه نوبل راه ندادند، ما هم برای خودمان مراسم جایزه خپل را برگزار همی می‌کنیم. جایزه خپل پزشکی تعلق می‌گیرد به قالقال به خاطر اختراع کرونایاب مستعان. بیا بگیر. من کف پای کدخدا را میلیسم و با این در قابلمه بر دهان دشمنان میکوبم. جایزه خپل شیمی تعلق می‌گیرد به ریس که پول فینیتو را به پهن تبدیل همی کرد. بیا بگیر. کدخدا قربان حلقومت همی بروم، از آنجایی که من کلماتی مثل آنگوزمان و پروپاگانی را هم وارد ادبیات کرده ام، بی زحمت آن جایزه خپل ادبیات را هم به من همی بدهید. بیا بابا جان، اینم جایزه خپل ادبیات. و اما نوبت میرسد به جایزه خپل فیزیک که آن را به گوشخوار میدهیم به خاطر جویدن همزمان گوش و پرتاب قندان. بگی که اومد. حالا نوبتی هم باشه نوبت جایزه خپل ساده زیستیه که اون هم به خودم میرسه که کدخدای ساده زیست فینیتو میباشمندی. اینم جایزه جوونای فینیتو به کدخدا و جک و جونوراش.